به تاریخ بنگریم، یهود و نصارا زمانی که ظلم کردن مردم از دین بیزاری جستند. چرا؟ چون که آنها بندگان الله ذوالجلال را به بردگی خود گرفته بودند و در کلیساها بردگی و غلامی را به وجود آورده بودند و در کلیساها شکنجه و زندان را درست کرده بودند و مردم را ظلم و جفا می کردند. اینجا بود که آنها به تنگ آمدند و این شعار را دادند که دین از سیاست جدا است. آری، چون که آنها ظلم کردند، اما این سخن در دین مبین اسلام مورد قبول نیست، زیرا که هدف انبیاء علیهم السلام تنها دعوت نبود، بلکه وقتی دعوت هم میدادند نظام را هم درست میکردند، حکومتی هم درست میکردند، سفیر داشتند، سفرا داشتند، نظام تربیوی داشتند، نظام اقتصادی داشتند. پس این شعاری را که امروز غرب میدهد لا دین فی السیاسه ولا سیاست فی الدین، این کاملا اشتباه است، زیرا که هدف انبیاء علیهم السلام نافذ کردن شریعت الله ذوالجلال بود. و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید زمانی که انبیاء بنی اسرائیل وفات می نمودند، الله ذوالجلال دیگر انبیاء را مبعوث می کرد تا امور و امرها و شریعت را نافذ بکند. وقتی که از سیاست گپ میزنیم، سیاست چیست؟ سیاست تغییر در زندگی است و نافذ کردن قوانین است. در اسلام نافذ کردن قوانین اسلامی است. و چنانچه آیه را که در محضر شما تلاوت نمودم، الله ذوالجلال می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم، دین را تکمیل کردم. پس در دین مبین اسلام در تمام امرها قوانین برای زندگی بشریت است. اما امروزه اگر مسلمانان ساده‌لو نمیفهمند و یا مورد تبلیغات غرب تحت تأثیر قرار گرفتن، این اشتباه است، زیرا که الله ذوالجلال برای بندگان خود قانون و نظامی را می آورد که برای تمام امرها و زندگی آنها تا قیام قیامت مورد استفاده قرار بگیرد و آنها مورد ظلم قرار نگیرد. زیرا که الله ذوالجلال می فرماید الا یعلم من خلق، آیا الله ذوالجلال نمی داند چیزی را که خلق می کند و چیزی را که برای بندگان می فرستد؟ چون که مصلحت بندگان خود را الله ذوالجلال می خواهد. پس این عقیده و این مفکوره را اگر مسلمانان ساده‌لو دارند که سیاست از دین جدا است و علما و وارثین انبیاء باید در مسجد بشینند و موعظه و نصیحت بکنند و یا تسبیح دستشان باشد و ذکر بکنند و دین و سیاست و به اقتصاد و امرهای اصلاحی مردم نپردازند، این کاملا اشتباه است. زیرا که الله ذوالجلال در آیه کریمه می فرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس، تا که در بین مردم حکم کنند. حکم یعنی چی؟ حکومت الله ذوالجلال را در میان آنها پیاده بکنند. به همین خاطر بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی تبلیغ و موعظه میکرد، نه تنها امر به معروف و نهی از منکر میکرد، بلکه حکومت اسلامی را در مدینه منوره تأسیس کرد و در امرهای اقتصادی برنامه‌های زیادی را پیاده کرد و نه تنها دعوت میداد، بلکه سفیر داشت و نامه‌هایی را به حکومت‌های دیگر برای دعوت اسلام میفرستاد. پس سیاست از دین جدا نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی حکومت را تأسیس کرد در امرهای اقتصادی، در نظام
تربیوی در تمام کارها نقش داشت.